آقا مشالله یه نفر تو کرمان، الان 70 خورده سالشه. آقا مشالله یه سفره بنداز کرمانه. این آقا 18 شب سفره میندازه تو کرمان، تو شهر کرمان. سفره هاشم شاهانه است، یعنی هر چی غذای سلطنتی هست توی سفره هست. قیم و قرمه نه، غذاهایی که پادشاه ها فقط دیدن توی سفره هست، بی نظیره. یکی از اساتید حوزه میگه من پشت شدم رفتم کرمان در خونه آقا مشالله ببینم این آدمو، بگم از کجا تو این همه ثروت آوردی که 18 شب اینجوری سفره میندازی؟ رفتم در خونش در زدم، دیدم یه پیرمردی اومد دم در، اما محاسن سفید، مشالله مثل خورشید. گفتم که آقا مشالله؟ گفت بله. گفتم منو میشناسید؟ من فلانی ام. چون من تو صدا و سیما دیده بود شناخت و منو برد تو. رفتیم تو نشستیم، گفتم آقا مشالله میشه بگید چی شده همچی سفره‌ای میندازی؟ پولش از کجا میاری؟ مگه چقدر ثروت داری که 18 شب اینجوری سفره میندازی؟ 1000 نفر 10,000 نفرم بیاد غذا هست. گفت آقای فلانی حقیقتش من جوون بودم، بیماری عفونی گرفتم، حسبه، بدنمو چرک گرفت، عفونت گرفت. من از کرمان بردن اصفهان، شیراز، تهران، فایده نکرد، آوردنم کرمان. دیگه یواش یواش بیماریم واگیردار شد. طبیب اعلام کرد هر کی بیاد مریضو ببینه ممکنه بگیره. دیگه هیچ کی نیومد عیادت ما. بابام که مرده بود یه مادر پیر داشتم، همین مادر رفیق پیری مریضی ما بود. هرچی به مادرم گفتم مادر اینقدر به من نزدیک نشو، میگفت نه انشالله من زودتر از تو بمیرم. خلاصه مادر پای ما وایساد. یه روز دکتر 2-3 روز مونده به محرم گفتش که مادر این پسر مردنیه، 2-3 روز دیگه عمرش تمام میشه، ببرش خونه بستریش کن، خونت از دنیا بره. دیدید مریض که دیگه میگن کارش تمومه، میگن ببریدش خونه 2-3 روز هر چی خواست بهش بدید بخوره و اینا، که دیگه روز آخر عمرش. آوردن مادر من آورد خونه، 6 ماه بود فلج بودم، پاهم از کار افتاده بود. مادر من گذاشت گوشه حیاط، رفت کنار حوض آب، یه دستمالی داشت برای گریه امام حسین. هر وقت میخواست برای حسین گریه کنه با این دستمال اشکاشو پاک میکرد. اون دستمال از جیبش در آورد انداخت تو آب و شروع کرد دستمالو شستن. هی میگفت حسین داره محرمت میاد، حسین جان اگر آقا مشالله من میخواد بمونه یا خوبش کن یا ببرش، من محرم میخوام برا تو اقامه اذان کنم، یا شفاش بده خودش بره عزاداری کنه دست و پا من گیر نکنه، یا بکشش زود این 2-3 روزه خاکش کنم، محرمی من میخوام برم عزاداری. همین جوری که مادرم گریه میکرد، خدا انشالله به این لحظات همه مریضای شیعه رو شفا بده. خیلی مریض داریم، شیعه خیلیشون گرفتارن، انشالله به این لحظات و به این گریه هاتون و به نام حضرت زهرا هر کی دلش گرفته خدا به صاحب امرو دلش رو وا کنه. هر کی مریض داره خدا شفاش بده، هر کی زندانی بی گناه داره خدا انشالله برش گردونه. همین جوری که مادرم گریه میکرد منم دلم شکست. گفتم حسین اگه من خوب بشم 10 شب برای سفره میندازم. هیچی هم نداشتیم، چون هر چی داشتیم مادرم خرج بیماری من کرده بود. میگه مادرم گریه هاشو که کرد زنبیل منو برداشت آورد منو گذاشت زیر زمین، خودش رفت طبقه بالا. حاج آقای فلانی خوابیدم، اوایل شب اواخر شب نمیدونم، دیدم که یه آقای این پله ها داره میاد پایین، به نورش کل زیر زمین روشن شد، اومد کنار من نشست، شروع کرد صورت منو نوازش کردن. حالت چطوره آقا مشالله؟ نبینم مریض بشی. هی گفت، هی میخواستم بگم آقا من مریضم، آخرم گفتم آقا من حسبه دارم، مرض عفونی دارم، واگیردار نگیری بغل من نشستی. فرمود نه آقا مشالله مریضی تو ما رو ضرری نمیرسونه. پشمینم. گفتم آقا من پا ندارم پوشم، 6 ماه فلجم. گفت بگو یا حسین و پشو، بگو یا حسین و پشو. گفتم یا حسین، دیدم پاهام قوت گرفت.
یا زهرا میتونه آدم از جا بلند کنه. پشت شدم فهمیدم این آقام اربابم حسینه. شروع کردم دورش چرخیدن، هی ناله میزدم آقا قربون قدمات، لطف کردین همه راه اومدی. گفت بیا ماشاءالله بشین. داستانو برای اینجا گفتم خواهرا و برادرا، تو کوچه هاتون برا زهرا روزه بگیرید، ولو به یه برنج ساده، به یه شربت، به یه شیرینی. گفت بیا بشین. نشستم. گفت ماشاءالله یادت گفتی 10 شب برا من روزه میگیری؟ گفتم آره آقا. گفت بیا مادرم زهرا غریبه، بیا به تعداد عمر مادرم زهرا 18 سال 18 شب روزه بگیر. 8 شبش مال من، 10 شبش مال تو، شریکی با هم بگیریم. گفتم باش آقا، ما که چیزی نداشتیم. باش. یه دفعه دیدم آقا نیست و داد و فریاد. همه شهر کرمان فهمیدن. دوستان میگه فردا صبح تو حیاط نشسته بودم، خدایا فردا شب محرمه، چجور سفره بندازم؟ 18 شب دیدم در میزنن. در رو وا کردم، یه ماشین برنج. خونه آقا ماشاءالله بله، یه بازاری برنج رو فرستاده، گفته تا زنده ای برنجت ضمانته، قصه نخور. همینجوری گوشت و لبنی هر چی که ما سر سفره داریم میاد، نمیدونیم از کجا میاد. آقای فلانی صبحی که شبش روزه داشتم تو حیاط زیر آفتاب خوابیده بودم. خب بدنم 6 ماه بود، تکون نخورده بودم، یه خورده کوفته بود. دیدم در حیاط وا شد، همون آقایی که پریشب اومد شفا داد از در اومد تو. گفت آقا ماشاءالله مگه امشب روزه نداری؟ پاشو خونه رو جارو کن، تمیز کن. دیدم حسین ابن علی رفت جارو رو برداشت، شروع کرد حیاط رو جارو زدن. پشت شدم پسر پیغمبر بده من جارو کنم. گفت نه من خودم میخوام زیر پای گریه کنای مادرم رو جارو بزنم. تلك